این آب به نظر تازه می‌نماید. ولی اگر حاجتخانه نزدیک باشد میکروب‌ها میتوانند به ظرف شیشگی آب ما وارد شوند. در منطقه‌های دهات هر سومین حالت درونروی با آب وابسته است. بیایید بفهمیم که چرا این روی می‌دهد. با صفحه ما ابونه شوید. حالا میگوییم. در تاجیکستان قریب همه عائله‌ها حاجتخانه دارند. اما در دهات اکثرا چاه‌های عادی موجودند که دیوارهای محافظت نشده دارند. در شهرها باشد تقریبا 60% عائله‌ها از حاجتخانه‌های آبدار استفاده می‌برند. اما در دهات کمتر از 2%. افلاس‌شوی چگونه به وجود می‌آید؟ اگر حاجتخانه به چاه خیلی نزدیک باشد، پرتوهای مایع از میان خاک گذشته به آب نوشاکی ما و شما وارد می‌شود. پس از باران این روند باز هم تیزتر می‌گردد. مشکل اساسی چاه جاری شونده است. ولی علاقه استادایی هستند که حاجتخانه‌های بی‌خطر می‌سازند. محکمجان موینوف مهندسی که 4 سال اینجانب در یک سازمان بین‌المللی به ساختمان حاجتخانه‌های بی‌خطر مشغول است. حاجتخانه بی‌خطر گفته حاجتخانه رو میگویند که اگر حاجتخانه چخوریدار باشد، همون چخوریش گرمتیچ نباشد، آب‌های زیر زمینی را افلاس نکند. اگر در آن محله که حاجتخانه مقرری استفاده میبرند، آب‌های زیر زمینی بلند باشد، بسیارتر در آن محل‌ها آدمان از همان آب می‌نوشند، استفاده میبرند. همان گونه حاجتخانه مقرری به افلاس‌شوی آب‌های زیر زمینی و به افلاس‌شوی زمین و گرد و اطراف آورده می‌رساند و از همین سبب ما چنین تکنولوژی و چنین حاجتخانه بی‌خطر را ساخته به استفاده می‌دهیم که از افلاس‌شوی آب‌های زیر زمینی نگاه دارد و از افلاس‌شوی طبیعت و اکولوژی. امروز چیکار کردن ممکن است؟ یکم دیوارهای چاه را با خشت یا بتون مستحکم نمایید. این نمی‌گذارد که پرتوها به خاک جاری شوند. دوم، قبور هوا تازه کنی نصب کنید. آن بوی‌ها را کم کرده از جمع‌شوی گازها پیشگیری می‌کند. سوم، سرپوش محکم سازید. این از وارد شدن آب باران و هر گونه حشرات محافظت می‌کند. چهارم، از خاکستر یا قم و ریگ استفاده برید تا بوی و نمی را کم نمایید. اینچنین دست‌ها را با صابون بشویید. این از سیرایت شوی پیشگیری می‌کند. پنجم، حاجتخانه را حداقل 20-30 متر دورتر از چاه بسازید. آب تازه نه از آب پولو بلکه از حاجتخانه درست آغاز می‌یابد. در خانه شما حاجتخانه چگونه ساخته شده است؟ کدامی از این مصلحت‌ها را شما الکی استفاده می‌برید؟ اندیشه‌های خود را در شرح‌ها بنویسید.